شب 29 به 3 اپریل رهبران ایالت‌های مذاکراتی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و اموربک سوانالیف والی ولایت بادکند جهت قطع درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور که 2 روز دوام کرد توافق کردند. بندهای اساسی این توافق چنین است: درگیری‌های مسلحانه قطع گردند، هیئت شخصی و تکنیکی حربی و منطقه‌های جایگیرشوی دائمی برگردانیده شده برای راه ندادن به تشنج وضعیت چاره اندیشند. گروه کاری مشترک دو کشور از حساب کارمندان مقامات حفظ حقوق و مقامات اجراییه برای تطبیق پره تدبیرهای پیش بینی شده و فراهم آوردن شرایط موافق معتدل بهر روند مذاکرات سودمند برای دو خلق و دولت دوست تشکیل کرده شود. بنا به خبرها از شب 29 به 3 اپریل در اطراف چارکو و خواجه اعلی و وارخ صدای تیر تقریبا شنیده نمی شود. راه وارخ باز است ولی توسط آن اساساً زخمیان را به اسفره آورده ایستادند. خبرنگاران رادیو آزادی خبر داد که با وجود اعلان آتش بس زنان و کودکان را از خواجه اعلی و چارکو کوچانده ایستادند. وزارت تندرستی قرقیزستان گفت طی 2 روز مناقشه ها در مرز ناحیه بادکند با اسفره از جانب قرقیزستان 160 نفر جراحت برداشته 3 نفر هلاک شدند. جانب تاجیکستان درباره شماره آسیب دیدگان رقم‌های رسمی نشر نکرده است ولی به گفته منابع مختلف دست کم 3 نفر از جمله ساکن جماعت سرخ بختاور محمودوف سال تولدش 1991 پدر یک فرزند و گدایف صلاح الدین رحمان علیویچ سال تولدش 1993 زاده دهه جانبخت ناحیه خوولینگ ولایت ختلان پدر 3 فرزند روز 29 اپریل کشته شده. طی 2 روز مناقشه ها 10 نفر از جمله شهرداری اسفره به عابدین بهادرزاده جراحت برداشتند. شهرداری اسفره روز 29 اپریل در نزد درغات گلونای در دهه خواجه اعلی زمان تیر خورد که برای مذاکرات با رئیس ناحیه بادکند آمده بود. مناقشه ها که روز 28 اپریل در سر درغات گلونای در کنار دهه خواجه اعلی جماعت چارکو آغاز یافت. روز 29 اپریل به تیرپرانی ها در مرز با محله سامانیان جماعت چارکو و بستن راه جماعت وارخ پیچیده نیمه دوم روز تیرپرانی ها در مرز ناحیه باباجان غفورف تاجیکستان و لیلک قرقیزستان نیز مشاهده شدند.